کدام نکته از گپی را از زبان شنیدی که عزت به تن بزنم؟ خواهش است. مرد پنجشیری، مردان از افغانستان به نام مردان پنجشیری فاحشه های افغانستان است. پشت زنای واقعی میگردن. جرد زن واقعی فاحشه را میشناسه، همونطور که مرد واقعی فاحشه را میشناسه. فهمیدی؟ زن واقعی هم فاحشه را میشناسه. پنجشیری ها به او دید دیگه بیایی که ایمه گپ بزنی. شما فاحشه را امروز فاحشه گفتم، کتاب می نویسم به نامتان که مردان فاحشه پنجشیر. میفهمی؟ یک هفته کتاب ما پورا کنم نشر کنم 100,000 پیسه سرتان پیدا میکنم. با اسناد میپرتم که شما فاحشه هستی. اختار است براتان دیگه. پنجشیری ها به این دید طرف من بیایی. مردای فاحشه پنجشیر دیگه در اکانت من نبینمتان. در جهان مرد نمانه، هیچ بگن مرد نیست، اما مرد پنجشیر است که یک سلام بده کی کتش سلام داده. گفتم در جهان مرد نمانه. او ارمان بمره که روزی که من یک سلام از لحاظ احساسی که شما بودم، من یک سلام علیک وطنداری دارم کتتان. احساس من به فاحشه احساس پیدا میکنم، گپ میزنم، فاحشگی پدرنالتیتان میاری طرف من. چیزی که دخترای تیک تاک از شما فاحشه ساخته، برده ویدیوش آورده انداخته که باش رسمی فاحشه شوار مدل ما شد بریم بکنیمش. زنای شیدار فاحشه ساخته در تیک تاک. این مثالتان است. افغانستان فاحشه ساخته. دیگه نبیاید در اکانت ما. او فاحشه پنجشیر، مردای فاحشه پنجشیر دیگه نبیاید در اکانت ما. چیزی که مرد از پنجشیر فاحشه است او به شما نمیفهمی. ببینی اون تیک تاک فاحشه گرفتن. فاحشه رنگ و رنگ فاحشه دارن. اند سیاستشان فاحشگی است. فاحشه نمیگویم امی پشکال گپای اینال وایرال میکنم. خدا سرتان کلمه خراب کردی، در رگ غیرتم زدی. خب امروز ما امشب گپای بسیار خطرناک سرم بد خوردم. بگویم برو منالدم موچ برو نمیرم. استغفرالله باز ریکارد میگیرن. کنترل. اگر یک ویدیو میال سرطان میکشیدم آمده بود سر با من از خود دفاع میکنم. اگر یک گپ میبردم دست یافتم. یک گپ سیاسی جمع نمیشه میگفتم وایرال میشدم. خودم نمیگم. اگر نی رفته بودم کلیم باز رفته بود. رگ دیوانگی مرا یا طور میتن. خب که من وقتی بفهمم پنجشیری به خاطر طرف ما سعی میکنه که نفر اول ما باید ایره بگویم. اوف دیوانه میکنه پنجشیری ها. دیگه طرف ما نبیایده ایدید. نبیایی که با خدا کدام کار دیگه باز میتونم اسناد میتونم باز یک سال ویدیو این بگردم. خلاص در اکاونت ما که میایم لایف دورک میزنن. دورک من چی پس یا البته با ما بسیار ظلم کردن در سوشال میدیا. حال پشیمان کرده خود هستن. میان یک میخوان معذرت بخواین، یک سلام علیک کنن. خبر نی که حلقه سایل دارن کسی پیش نشه اول ما بگیایا و با ایدی طرف ما سعی کنن. باز ببینه روزگارش. باز ببینه میال یک گپ دادان آمده بود به خدا به حساب ممیس پشتون و سیاستشان است. ایتو یک چیزتان بیرون میکردم که میال یک ویدیویتان میگشت. شما بی غیرت مردم هستی. فاحشه چیزی که مرد پنجشیری در تیک تاک فاحشه است. فاحشه ترین مردای افغانستان. چیزی که دختر سوشال میدیاست میبرن میکنن ویدیوش میکشن فاحشی رسمی جورش میکنن. هر روز در اکاونت ما دورک به اینمی خاطر پدر نولتا اون در استوری موندیم. دیدی اون مردکی کټه سوتره اونو را من اون سرش خودم صدا میکنم. مخش پنجشیریست نشونگری میرم ناله. تو چی بیایی مرا خوش کنی؟ من خوش میکنم. اون مردکه هر کسی که هستی اگه مجرد هستی بیا در اکاونت بیا که ما تو پیشوری نیچه در جهان رو برو مستی کنیم که یا دلشون یخ کنه. بیا در استوری موندیم خدا کنه که ببینه که ما شریک ساختیمش روی اینمی دلیل. ما سرت صدا میکنم او آدم اگه مجرد هستی ما زنت اگه متعیل هستی بیادر ما باشی. برو خداحافظ. قدر فرق از او داده بودن میداد با امریکایی میداد. چی میکردی؟ میتونست با امریکایی تسلیم کنم. نکرد. با خودم مردم ایلا کرد.
این کلام خدمت است که اشرف غنی کرده به خاطر چی؟ او از دماغایش از دست پنجشیری ها خون آمد، اقا اصابش خراب، اقا دیوانهش کردن. در هر رای که او میرفت پنجشیری اوجه یک کار میکرد که نام بد شود. در هر رای که او میرفت پنجشیری از پشتش میرفت یک کاری کنیم که دولت از بدنام شود. بیچاره را فراری کردن. من اشرف غنی نیستم فراری شو. من شما را دانه دانه فراری میکنم. عالی سیاست سرکل بازی میکنن. خوب خلقش تنگ میکنن که نفر فرار کنن. اشرف غنی مخاین کشور نیست. اشرف غنی رو چیزی نگوی، او راستی بابی قومتان بوده. اصل بابا اونمو بود که وطنتان در دست امریکایی خو نداد. حتی چبلق فرار کرد که هرچی که فرار کرد شما میبودی جانلوش فرار میکردی. دقیقه ظلمی که پنجشیری ها سر ازو کردن. ما به گوشای گناهگار رو میشونیدم کاپایتان. اینی تو کنیم که دولتش ناکام بانه، اینی تو کنیم که دولتش ناکام بانه. دولت خو ناکام کردی، چون را فراری کردی. دیگه چی میخوایی؟ دیگه چی میخوایی؟ دیگه احساساتی نمیشم گپا رو بزنم. همین تو واضح برتان میتونم قصه فکایی واری برتان میگم. بیتان بشینم فکایی های اصلی رو بگویا. اینطوری برتان میگم. وقتی احساساتی میشم خود من خوشم نمیاد. وقتا احساساتی میشم دیگه باز بس سرم زیاد تاثیر میگذاشت. حال تاثیر قدر نداره. حال واقعیتا افشا شده دیگه. صحیح با مزه و استایستا میگیم. مقصد که اینجا طرف ما که من میفهم شما اشرف غنی رو فرار دادی. دولت امریکا را که اشرف غنی هم جای توبگار کردی. اونو رو من میفهم. هر رقم کاری که سر من پنجشیری میکنه من از او دید میبینمش. میگم یا اشرف غنی رو فرار دادن. یا را فراری نشی فرار بری بتی. من اشرف غنی نیستم. راستی خالد این انفجارها رو کلش یا میدادن نام چی دادهش میزدن. طالب بیچاره یک تا انفجار میداد 10 تا میزدن. نه باش که گپای ما رو بگویم باز من تا دل ما هم غوره میمونه خدا که نگویم وضعیت ما خراب میشه. حالی تو یک مرض جدی پیدا کنی تا که دنیا ما چی یا سر ما شاد شون نشون یعنی بتونن کدام روز کدام کار در حق ما کنن نکنن. مگم روز هم گفتم تو گپ ما رو نفهمیدی با خدا قسم ما بیا سر از یه رضای ذهنی میکنیم تو همون تو چه تا کلم نباشه که ما یار نگوییم. آره تو خمیال هم ما این میگه پاره میگم که زنیم من ارزای ذهنی است. ما را نندازتیزه که در پایینی تو میندازی مموره نه برای رفته چی برای بودی فقط نبودی صدایت نبود. نرفتم کجا رفته بودم در سر ببین ما بر از یا گفتنی ما یه هسته بچه ما هم هستم خیره با دنیا رو هم بزنه ما رو هم بزنه ملا صاحب در سر بمبایتان هست او که غیرت کرد چه رقم خدا برادر بسته کرد رفت دی در زیر موتر خدا پرتو در زیر از پایم یک تا پنجشیری رو نمیبینم که برادر بری بزنه چی میکنه اول دفعه که ما در لایف آمدیم تو را به خدا همون ریکارد بکش ما میگه پناسته بدم یادت رفت نه همون روز اولی که ما در اکانت تو اومده بودم ما میگه پس گفتم ما کل زندگی را کردیم در افغانستان خوبش زندگی کردیم ما 8 ساله 7 ساله بودیم این سال 2002 8 ساله ما بودیم این فکر که بهترین وقت زندگی را ما در افغانستان گذشتاندیم پنجشیری را لنگروزرش سوار شدیم مستی شکدیم امریکا 22 ساله آمدم اینجا مینه خداوند از رهبر ازیام کردم ما که میگم از رهبر ازیا که زده نیستم از زیر لیاف تا بمی چی را تا به میدان مبارزه یک دانه خودم هستم 3 دانه بچه دخترم ندارم که از تشویق کردنش بترسم اینم بچه های واسه میایم گفتم افغانستان اونم آخرین کاری هستم ما میکنم شما رامزاده اومدی مرا قطع زدن دیگه کردن دیدم من دل من سیاه کردم مرد ای ما به خاطر از بیا برم حالا میای پشت مرا میگیره برو اون واره بزنه هر پنجشیریه
زیر لیاف میمره، به قرآن خدا که حرام میمره، به والله که حرام میمری. اگه ما دروغ بگوییم به خدا قسم است. پنجشیری تو به خاطر که آنقدر معیشت کردی از اون نام، تو پنجشیری از اون نام حق خوردی چپ از همه هزارای پنجشیر نمیگم که مو نخورده نداشتن نه لنگروزن که منگل این یا وره بیار یا بکنه نکنه گپی نیست. یکی شتلیا در جمع پنجشیری ها نیست. همی هزارای پنجشیر که تیم شتلیا یا نتونستن بخورن یا نمیتونستن. یعنی تی یک تصور کد کدام وقتی هم قدرت دوباره دست ازیام افته؟ نه مردم افغانستان یا را اجازه نمیده تا تیر نشو. حالی هم که مردم که دستشان زیر سنگ است او قدر هم پنجشیری چیزی نمیگن، به خاطر یک گپ چیزی نمیگن که کسی آمده به نام طالب که از صد پدر یک پنجشیری بد است. ما تا جایی که نمی تاجک دیدیم بیخی سست هستن، از کمر هم سست هستن، از قلم سست هستن، از غیرت هم سست هستن. این سست هستن از کجا آمده؟ خدا یک واقعیت کلیده می خود اینمی تاجکا که اینمی فرهنگشون که ما فرهنگ فارسی و ما فرهنگ داریم، امی گرم می آین دنیا، امی گرم کمک می آین یا چی میشن، چی میگن اوره، از دموکرات هم تیر میکنن، از کل چیز. اینمی خاطر است که یا صاحب چیز نمیشن. برو پشتونا را سکن، تو برو یک پشتون از که در یک جای کار میکنن. من میگم صدقه خاک پای پشتون شوی، به خدا پشتونا در هر چیز محکم هستن، یا در هر چیز سیفنگ دارن او دنیا دینمی امریکا. والایشان ببینید امی پشتون تاکسی درایور پرسان که $1,00,000 در اکانتش. اینمی جا هستن همی حال کار میکنن، والله اگه کار دادست یکی بتن نه دادست پاکستانی امی کلی دکان ها را رایش گرفتن نی سون سر وزش ببینی یک دانه کلمه 10 سال میپوشن. خودم کمپانی دون آمده و دنیا در روز قدرت دادستشون آمده به فکر میکردن که دیگه اینی از بابه ما همین تو میمونه. با خدا قسم است. اگه قدرت میداد شده می پنجشیر چی میگیدی سر این مردم؟ راست بگو من که پنجشیر اگه قدرت مرا خدا بده، مثلا من یک چوکی موقف داشته باشم، هر پدری را میگم بچه پنجشیر رفتی جزا بتی دیگه چیزشان غرض نگیری، پدری ری صفحه را بگو بچه 18 سال جرم کردی دیگه کردی واسه بگو بچگا کماو بازیلایشون میگن بچگا کماو امیتو بچگا کماو این بچهای فکر کو کلزیای این مونتانا هستن. خوب این تو یک بچه را اینمی اصلیت پنجشیری است. این 3-4 تای ما که بیرون هستیم 3-4 تای ما که بیرون هستیم یارت خیره اصلی 80% پنجشیری مونتانا است. خوب مونتانا واری یک بچه را پدر ما واری یک دانه آدم فیمسشان از خودشان در بینتان میگه اصلیت هایشان دیگه از این که خدازادگی کس چیزی هست دیگه چه اصلیتی از یا برای پاسانا عادت پاکستانی ها را پیدا کرده بودن. یکی نفرهای خودشان می اینجا ازارای کنن نشان میده به مردم. پاسانا عادت پاکستانی ها را پیدا کرده بودن. یک تا پنجشیری را میزدی کلش میگریختن. با والله که دروغت بگم. این همی تو اختار میدونن نه بچه بخورا مخمار مادر خودم 8 سال پیشم اینا تورت میکنم پیش میامدی والا هیچ چیزی باشم با قرآن والا نمیگیم که باز اگه گپای چتی میشه اگه بگویم که از را چی کیدندشان دمی هجریسم بلد پسان قصهشان مفت بود پنجشیری ها را ازورشان دمی هجریسم دستور ما میتونم براتون که اینمی تو بکنیم باز پس میایم اوکی اینمی جزا را بتی به این مردم به خاطر که یگانه کاری که یا میکنن دختر مردمه ریسفید مردمه بچه مردمه اینمی کار دقش میکنن غرورشان میشکنن باز بعد از او سر از او پاچایی میکنن. یگانه کاری که مردم پنجشیر غرورش در زمین میزنه هر پدر ریسفید رستاد کنی یا سرتان پاچایی میکنن. من یاد دارم طریقی غرور شکستاندن از یاره دیگه کس نی غرور شکن از یا مستم مردانگی از یاره من بگیرم حذف کنم من یاد دارم دیگه کس نی من مادر از یاستم. اینو من میگم بر کسایی میگم که دولت هستن سر دخترش سر زنش سر مرد یا ایش غرض نگیری او بیچاره یا خوش میشن میگه برو طالب بگیرش بیغم شی نه بچهای جوانی از یاره به قطار استاد کنی پدرایشان هم تفنگچه بالای سرش به زور بگای هستم میتون نامو برشان بانی این بچه ها را دیگر رقم اصلاح شدنی نیستن. جزای پنجشیری نیست
اگه میخوایی پنجشیری را یار اینمی تو جزارتی دیگه درباره دنیا فکر میکنی؟ یک ذره درباره من فکر کنی 100 ذره نابودتان میکنم. عینکای من چه غرض داری بچه؟ یکی از ایدئولوژی های ما بود که اگر من کدام وقت قدرتمند شوم میشم میبیدم پشت گم نگم قماندان کفتر نه جور نشد نه همیشه که هستم میام قماندان کفترشون هستم. این میگه پا که میزنم زن نام زن پنشیر از بیای بگه ای گپا والله گپتان مردش بیار بگویم نمیتونم. من میگویم به خاطر که من یار شناخت دارم. چی میکنی که من تا کلش از دیگه جای هست میان که دنیا چی من ایدئولوژی فکر خدا شریک میکنم. من از کمان چیزی رو نمیفهم. من فقط بگویم من یک دوست آشنای رفیقی فقط سلام علیکم من به یک گپک است و یک گپ نیست. ما در او گپا که شما فکرتان نمیکنی و کارا رو من هر روز میکنم پرست تلک جمع باشه. من یه بیبی بیگم نیستم که تو چشمت در جان ما بدوزی یا فرید سادات نیستم که بگویم 10 سال شده کسی در جان ما جش نشده. باش که فکر کردن ایره و خدا سیف هست هیچ گپی نیست. ما بریم هر کی دست اول شد که با ما برسه که مزه ببینیم. نه مر شو مید از روزم برام تشویش نکنیم. من خوار خدا نگاه نمیکنم. روز ساتم تیز روز یک داره تا قول میگردم اینجا چیکار میتونی. ما سیف میفتم من در تیک تاک نمیکنم. تیک تاک وظیفه است. در وظیفه کی خیانت میکنه؟ شما سالا در وظیفه تان خیانت کردی عادت کردی. در وظیفه خیانت نمیکنم. زندگی اصلی کل چیز است. تشویش نکنی. خیالشون آمده که اینجا 6 تا پشت شوی پشت هیچ میپاله یا نیافته یا کسی بیا ما اینطوری چیزا دیگه. نه آقا جان ما از هر چیز پور هستیم. No, I don't want to take off. That's my style. یک آهنگ بانیم به اجازه تا کلگی عشقی شده یک این تیک تاک یعنی یگانه کسی که مخالفش رفته روان از دنیاست. این جایی نمیگه پاس دنیا میگه نی. اینی جایی نمی فساد هاست به دنیا میگه نی. ایران مادن ای چی از کدام جهان آمده؟ ای چی شروع کرد؟ بار ما مستی کنی نه تو جهانی هم هست مثل که دنیا میگه. این تو یک جهانی هم از انسان ها هست در بین مردم. ببینید ما هیچ وقت درباره او گپ هم نمیزنم. نی کدام وقت زدیم درباره دادنک و گرفتنک و بودنک یا نی. چرا من در جهانی که هستم با شما این حرفا رو من احترام میگذارم. این حرفا برای هر کس شخصی است با خودش تعلق نگیره. چی گفتی؟ هر دقیقه از این گپا چی کردی؟ هر دوش یکیست. هر کلامش هم از یک فاحشه است. کردار زشتش هم که با مردم بیگانه میره میخوابه فاحشه است. نه میگم نه میکنم نه دقیقه فکر دمی فکر دمیجم ما پیش رفتیم. آدمی که این گپا را در این سوشال میدیای شما میزنه و میشناسه شما را گشنای جنسی سیمه از اون فکرتان از اون زبانتان از اون پیسیتان به می طریق پیش میره. من اون پیسه را نمیخوایم. حتی گفتار دمی را پیسه به ما بیایم به فاحشه است. من هیچ کار ندارم. من 100 تا مرد اومد این حرفای فاحشگی زد در فرقش زدم که کدامش ما آیش کردیم. 100 تا زن تان است میره که این بچه های فاحشه گپ میزنه کل گپایشون میکنه. خودشان وری هستن.
اونمو تو هستن، از اونمو پیسه پدست میارن، از اونمو اگر ما از او گپا پیسه دار میشدم میلیاردر میشدم، حتی گپش هوا نکردیم، نفرش خواهش از جایش ما. این نمیشه زنا هستن که نمیگه گپا رو میزنن، مردش میگن تو میکنی یا میکنم میکنی نمیکنی. ما کدام تو از یار آ گفتیم؟ همیشه آمدن خواستن که ما گپا رو بزنن، کالای ملت دیدن، زبان ما آزاد دیدن، فکر ما روشن دیدن، یا نگفتن که تزی گپا رو بزنیم. نه، یک روشن فکری گپا رو نمیزنن، یک جاهلی گپا رو میزنن. سوشال میدیایی که جای می فاحشی هم هست، اما امریکایی هم می گپا نمیزنن. همینجا نفر از روی ظاهر انتخاب کرد، همون گپای خدا پشت پرده میزنن. در حضور عام خدا لچ نمیکنن. کسایش که خدا لچ میکنه یک تا دوتا می باشه گم میشن میرن. از شما از الفتان تا آخر یایتون گوشه اوجش بگه تیر کردم، از او را دهی بیر کردم با او بق 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 سر از او اسنایپش که با شما لذت ببریم. من از او نیستم آقا جان. من همیش جنگ می بوده که هر مردگاه می آمد همی گپا رو که من میده در فرقش میزدم که تو این گپا رو نزنید. جنگ تیک تاک ما چی بوده؟ این نمیگه، اما این نیست که من زن نیستم، دیگه هستم، کل چیزا رو دارم، شکر الحمدلله. دیگه نمیگم، دیگه نمیگم. اینجا جای این گپا به من نیست، من به یک گپا اینجا نامدیم. من خودم دوست دارم، اون گپای خودم دوست دارم. کسایی که خدا دوست ندارن میان در حضور عاملش میکنن. ما گپ واجرات بودن مانا ازیره نمیده که توی گپا رو بزنی. تاریکی شد، شو شد. یک دو دانه ویدیو گکا دادم براتان، خدا کنه رسیده باشه این ویدیو رو بگیری که می جزاره همین جزایی را که تعیین کردم به مردای پنشیر و جواناش، اینی جزا رو وایرل کنی در گوش طالبا برسه، طالبا این کار کنه و بیریش سفیدشان استاد کنه. برای بچه هایتان اینال که از زبان خو نتانستی و ردب یاد بتی، از اون جنال جورش کنی سال شد. من بسیار ظالم هستم در این گپا. طالب پیش من هیچ هست در این گپا. من در می تو چنگک کشالتان میکنم. ای تو حکم دیدی؟ تا بالا ای تو حکم کسی شنیده بود؟ پدرش بچه خدا بگاید دیده بودی در عمرتان ای تو حکم؟ من که ظالم هستم. میکنی بکو، هر کار میکنی بکو. در حق کسی دیگه آمدی تعرض کردی، اینمی جزایت است. هر کس که پیش شد فکرشان آمده دنیا بیخی خیرات خوره که مانده منتظر است که یک نفر بیا یکتش بره. شما خیال خوارای خودتان کردی، خیال زنای خودتان کردی. من پنشیری می بودم، فایشی نمبر یک تیک تاک می شدم. گفتم یک چیز مرا حفظ کرده که پنشیری بودم، در بین پشتون کلان شدم، با گپای پشتونا کلان شدیم، با شعرش با ترانیش. من سر گروپ پشتونا بودم، در ترانه پشتو، در شعر شاعری پشتو، در مکاتب پاکستان. او خون مرا، روح مرا، فکر مرا چنج کرده. اینی گپا سر ما که بد میخوره، ما از اون طرف گرفتیم این وایبه. اگر در بین از ما تربیه نمیشدم، ما پنشیری تربیه میشدم، با اجارتی که من داشتم، چیزی که گفتار بود از من می بود و کلش میدادم یک نمبر ون. چرا از پنشیر بودم دیگه. مردای ما فایشه، زنای ما نرمال است برشان. it's okay, why not. اما یک چیز مرا چرا در مکتب پشتونا شامل کردن، یعنی وایب پشتونیزم در جان من مرا این غیرتی میسازه. سری گپ احساساتی میشم، خونم در جوش میاد، داو میزنم. کسی این گپ میزنه دیوانه میشم. از اونجا گرفتیم تربیه ما چی شده در داخل خون من. شما نگویی که دنیا چرا توی هست، از این خاطر هست. شاید به یکان تصاول باشه، ولی کل زنایی گپا را خوش داره، ای تو رست و تو رست. ما در مکتب پاکستان در پاکت پشتونا ما کلان شدیم. استادای ما، صنفی های ما، شعرشان، ترانیشان، می مکتب پاکستان دیده بودیم. باز من خودم فارسی زبان، برای من تمام موضوعات پشتو رو میدادن. اونمو بود که من حالا اینطوری فکر غیرتی که میشم یگان دفعه اینی از اونجا میه.
شکر که امو هست. امو نمی بود گفتم کل تیک تاک خلاص بیرقی می بودم براتون، بیرقی اونمو مرا میگیره کنترل میکنه. تربیه خوب چیز است. شما رو مگه تربیه صحیح میشدی حالا من نمیگفتم پدرش بخیزه بچه‌ش کنه. چرا اینمی حالا فکر کو اینمی بچه ما نامش باز نمیگیره اونمو توری پدر از جورت چرا کم یک تربیه کرده بوده از طفلی؟ فکر کو سرش خراب. او چی پدری بوده که همچو بچه تربیه کرده؟ خب فکر کنی او تو پدر همینطور جزا برش روا است یا نی؟ هست نی؟ فکرشان ده چور ده چپاول ده قدرت ده شهرت ده ای ده او تربیه اولادشان اون توی شده. حالا یک دانه اروپایی امریکایی رو ببینی به این سویه سر زن تجاوز کنن در بین سوشال میدیا. اگر می صفحه سوشال میدیا می تیک تاک میگن جای فاحشه هست، خب یای تو میگن کچانگه بزنی میگه زن مرد فاحشه است، خوب میکنیم فاحشه است اصلی باش نیستی برو می تو میگن خوب برو می تیک تاک جای فاحشه ها. حالا من هیچ فاحشه امریکایی اروپایی رو ندیدم که کت زنایشان تو برخورد کنن. همین کل فاحشگی به افغان آمده. من میرم اکانت های دیگر رو میبینم شوخی میکنن، مگم این رقم که یا میگیرن پیش میرن این رقم شوخی ها رو نمیکنن. دخترای اینجا بسیار مغرور هستند دیگه. خب دخترای افغان است که شوخی ها رو کتشان میکنه اینی تو کدیم بیا اینی تو مایی کنم. او دخترای امریکایی اروپایی دانشان پاره میکنن. اما که سلف رسپکت دارن برای خود، اما که احترام قائل هستن به خود. اما این خود دخترای افغان هم فایشه است پدر مالتا. اون تمنا رسه که تو که پرویز قلنده رفته چی نگفته که نگفته. یک تار فایشه جور کردی مونتانا را تمنا با چقدر تو فایشه بودی با قرآن. حالا مردای فایشه رو تو دیگه هم فایشه میسازی. کنترل که خدا دیدی ویدیوی تمنا رو چی گفته ده ویدیو؟ او گپا واقعیت هست. پرویز قصدن او گپا رو میزنه. پرویز بسیار به نام لچک گفته سرکوب شده. قصدن که مردم های تو این گپا رو میزنه که خودتان لچک هستی. سعی که این گپا میزنیم دختری تو میگه یگانه کسی را که نتونست گپش آه کنه ما بودم که به ما تسلیم شد خداحافظی کرد رفت گفت نشد که تو اینی دخترها را که اینی گپایشان که از زبانشان بیرون میکنه به خاطر که میگه مرا لچک میگفتن از لچکی و ضربه زیاد خود این خودتان لچک هستی. مولای فقط میرم میگم یا در اصلیت رو میکشم یا در اصلیت رو میکشم. از اینی خاطر میگه که اصلیت میبینی که دخترای تاجیک گرد کرده دیگه کسی غرض نداره. اصلیت تاجیکا رو میکشه. به خیرتان است بچه های پشتون رو تقویه کنید. اصلیت تاجیکا رو کشیده روان است. نشان میده که چقدر سیست هستن. میگم اینی تو کنمتان میگه بکن این تو شب میگه بکن نشان میده. این کل سوشال میدیا فیلمی است که ما شما میبینیم یکی دیگر رو میشناسیم. مردمی که زد میکنه در زد و گپار میگه امو هم بیعقل هستن. امو دختر اگه از زد هم مگه میگه نشان میده که بیعقل هم هستن یا در زد این تو کارم میکنن زیتیشان کنی کارم میکنن. به خدا اون فایشای پاکستان در سرکا که اینطوری میکنن نی صدقه جوان که میگن این میگه پارا نمیزنن که این می تمنا و این می مونتانا یا میزنن با قرآن نمیزنن. بری لایف هایشان گوش کنید. خوشحال میشن من نامشان بگیرم این رقمی میگه بگو که ما دیگه فیمس شیم. یا بدن به یک روزگاری رسیدن سوشال میدیا تنها در اینجا امی پیسی سوسیال است بنفت میگیرن کل چیز است نی. هنوز هم در اینجا میان اینمی کارا رو میکنن به خاطر ازی که فکر کردن مردم افغانستان به اینمی کار پیسه میده دیگه. اگه شما کسی که کارا رو میکنه کسی که پیسه هم میده هر دو طرف یاره یکی بعد دیگه خود حمایت میکنن اونم کارا رو میکنن. بیژن چطور هستی؟ خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ این بیژن کندوزی
بچه کابل بود کشیدنش. گفتن چی کنیم رب خانه هستی خدای سوسو دورک میزنی اما اینی کس با یاد نداری، اینی کس با یاد نداری برای زیر لایفشان بشینی مجبور هستی رو دست کار میگیرن پولیس سیاست حرام باشه. بلا زیاد کساس هیچ وقت پول سوسیال نگرفته. ما میگیریم، من میگیرم، از شما رو نمیگیریم، پول سوسیال رو میگیریم. هارون دست خبرونه تا تمیز داده خیلی زه پښتو خبرې وکړه چې لږ ذره په غیرت شو. د پښتو چې زما په ژبه باندې راځي ما غیرتي کوي. باز اینمی کارا رو میکنن. یک روز یادتان باشه اینمی کسایی که هستند دمی راهانی اینا لالپچینو کسی بود که استاد از راه بود، هر روز گپا رو میزد. امروز اینقدر تکلیف عصبیش بالا رفته که زنا را تاو میزنه خودش. حال اونمو مردکه از اونمو احساس گناه خود آمده دوباره پس همون زنایی را که میساخت هموها رو پس داو میزنه. او بیا در ساختگرش خود خودت بودی، چرا داو میزنی؟ تو بیا از او نال دفاع کن. عوض از او دفاع کرده کن خودش جورشان کرده. از بسی که سر وجدانش فشار آمده احساس گناه و ذلیلی میکنه که خود ذلیل فکر میکنه میاد داو میزنه که زلالت از خود بیرون کنه. هر کدام از این نمیتونه روزگارش میشه. احترام کنید. پیسه به خاطر پیسه خود از بین نبری. تو دمی روی اپ به تیک تاک از طریق خوبه که مذاق شوخی خنده هرچی که هست نورمال پیش برین. کرکترهای هر کدامتان بدون داو زدن و بدون فحاشی بدون تجاوز کردن باشه. یک ماه پیسه نمیه، یک ماه دیگه خوب صحیح پیسه میه. تشویش نکنید. مردم عادت میکنن. حال شما مردم در فحاشی عادت دادین، مردم گپای نرمال کسی را خوش نداره. میگه بگو نمی تو چیزا بگو که باز ما مغز از واره دمو فکر تربیه کردیم. چیزی که تیک تاک است الپچینو بچهش امروز در داو زدن تو چیزی جور نمیشه. در مغزا کلگی را فاحشه ساختی. هر بچه و دختری که امروز تیک تاکر شده و فاحشه هایی است که تو ساختی. این کلان احساس گناه را که خود ببر. صحیح است که پیسه گک شده جیبت ماندی اما تو نفهمیدی از پشت شیشه ای گپا را که میزنی نفای رای دن. امروز اونمو آمدن پس میگن که خودت دیوانه کردن. اگر همی از رای صحیح مسالمت هم میگه خود گفته خودش که کمیدیان هستم رقص و بازی میکردم اما را میکرد همون گپایی که چرت پرت زده بود یک وقتی که دیگه دخترها که رفت خدا فیلم ساخت نمیزد. امروز احساس گناه هم نمیداشت. پیسی هم که گرفته بود مزهش میداد. و پیسی حرام است و کلش دیوانه میکنه. دیوانه تیک تاک حال سعی کنید دختر چی جور شده ازی فکرشان میگه خودشان میگه ما خوب کپا میزنیم. بیشرف آره ما در خانه شیشتگی یک جای یک دفتری یک بیرون یک موبایل آواز کو یک دفعه سعی کو که گپ چتل از یا میبرایه دیجی تو کنو ما بکو تو کنو ما بکو ماردار خوره به خاطر پیسه. مرحبا بعد میایم بچه شما را کشتان میایم رو بعد تعداد باشه که روز دختر بشونن و درست رضایت زور بگیرن همشون. اینما خودم که به حساب یک چند موقع در مورد زنا کار کردیم میبینم که یعنی 80% معاش اجباری است. وقتی اینجا آمدن مادرای دلسوز آنچنان قربانی که بتن نیستن اینجا آمدن عاجل خواهشات نفسانی جدا میشن. نه همه ازدواج ها اجباری نبوده. ما خیلی کسا رو خانم زرین همینجا اگه اجازه باشه ما یک گپ میزنم که اینا ازدواج اجباری گفتن. من خیلی کیسا رو میشناسم. من چندین سال در اروپا هستم.
کسایی میشناسم که از فامیلای روشنفکر، دختر کاکا، دختر عمه، دختر خاله، خیلی هم همدیگه رو دوست داشتن، همراه همدیگه 3 اولاد داشتن، به افغانستان به ایران زندگی های خیلی خوبی داشتن. چیزای واقعیت هایی که دیدیم اصلا اجباری نبوده، ولی به اینجا آمدن هم متاسفانه همون اتفاق افتاده. خانم زرین، من کوتاه یک حرف می راجع به ازدواج اجباری گفتی. من حرف خودت تا یک جای قبول دارم، گپ خودت درست است. ازدواج افغان ها متاسفانه داخل افغانستان بالاتر از 70% اجبار بود. ولی اگر برگردیم در 20 سال جمهوریت، بیا 10 سال اولش میگیریم که مردم یک کمک تازه بود، نادان بود، ولی 10 سال اخیر مردم خیلی ذهنشان وا شده بود. بالخصوص دختر بچه که آن زمان ازدواج کردن، چون اینا او وقت دیگه امکان پذیر نبود که تو بتانی دختر بچه که مثلا در کابل و هرات و مزار اینا یا به زور فکر کنین از 1000 تا شاید یک فامیل اگه قدرت یا اجارت داشت، ولی زیادشان امروز خودت هم کار وظیفه دار هستی، من هم، ما خودت بیرون از مجازی فکر کنم هم افغان ها بیرون از مجازی حتما دوست آشنایی داریم، میبینیم کسانی که اصلا امکان نداره که هر فامیل که امروز خصوصا در 5 سال 10 سال اخیر که به اروپا آمدن کلشان اجباری نیست، تعداد زیاد از یا حتی با علاقه و شوق خود ازدواج کردن، نفر پسندیدن، حالا اگر ارتباط عاشقی نبوده ولی در زمان که خواستگار آمده اینا اونمو بلی را به دل خود دارن که بله من نمی فرد خوشم آمد، از قیافش، از اخلاقش، از تعریفش، از هر چیزش من میگیرمش. اجباری نبوده، ولی ببین که در آخر بازم متاسفانه یک نقطه پایانی یا جدایی وجود داشته. حرف من به خانم ها و یا دختران که تازه ازدواج میکنن این است، اگر مردتانه، اگر میشه مایکتانه ببندید خانم زینب، اگر تازه ازدواج میکنین از مرد یا زنتان، من مثل خانم زرین وار یک طرفه حرف نمیزنم، اگر از مرد یا زنتان مطمئن نیستین یا از افغانستان شوهر یا خانمتان نمیارین، مطمئن نیستین که آیا می بساز است، واقعا هم چیزی که بر من گفته هست، هم چیزی که من 6 ماه 1 سال دیدم هست، خواهشان طفل به دنیا نبیارین، اما 3 سال زمان بدین، 3 سال به یکی دیگه زمان بدین، بشناسین. اگر در 3 سال شما خوب بد یکی دیگه را تحمل کرده تانستین همه چیز، آن زمان پای یک دفعه در بین بکشین، آن زمان شما موفق میشین. اما ای که افغانای ما الا یار جان زنده باشن، امی از افغانستان که میرسید چی مرد چی زن 9 ماه بعد بیبی که در بغل از یک طفل است، آن زمان است که باز تازه یا متوجه میشن او والا این خانم او چیزی نیست که من فکر میکردم و این آقا او چیزی نیست که من فکر میکردم. آن زمان باز به عوض از اینکه جدا شود مشکل کلان نیست که دور از دوستا و فامیلای بسیار خوب ما مشوره از فامیل باز چیست، یک طفل دیگه بیار صحیح میشه، هم به مردی مشوره را میتن هم به زن، یک طفل دیگه بیار او سربرا میشه، خانم هم میگن یک طفل دیگه بیار شوهر سربرا میشه، مردم میگن یک طفل دیگه بیار زنت مصروف میشه سربرا نیست. 20 تا طفل دیگه هم بیاری نمیشه، شما تنها عاقبت خود نی جامعه رفت. اینه میره ما باید یاد بگیریم. خواهشن تازه ازدواج میکنین مطمئن نیستین ولو که بیخی باشنایی میگیرین میشناسین، بازم بر یکی دیگه 1 سال 2 سال وقت بدین که آیا واقعا همین مرد که من ارتباط داشتم و یا همین زن که مرد واقعا همون کسه هست یا از اینکه پسند تغییر میکنه، که اگر نکرد واقعا زن زندگی بود و یا هم مرد زندگی بود، بسم الله اولادم بر او اولاد سالم میرویه، چون از اول اگر خراب نشه بعدا خراب نمیشه. اما وقتی که در شروع مطمئن نیستین و به گپ این و آن و یا هم رضایت خود میگن الان من باید زود مادر شم یا پدر شم طفل میارین، اینجا هست که شما ای که خودتان از بین میرین یک طرف، اما یک نفر دیگه بیخی هم تمام عمرش از بین میره، دلار که او اصلا هیچ گناهی نداره، او هیچ خبر نداره که در دنیا چی گپ است، اما شما ناخودآگاه اون امور از بین میبرین. این را باید ما بسیار برش فکر میکنیم. من نوبت میتونم به دوستا. تشکر. ببینین ما یک کلان گپ میزنم قابل توجه جوانای عزیزی که ما میبینیم روز به روز مشکلات ها زیادتر شده میره. در این سال 2026 در اوج تکنولوژی و
این همه اپی که هستنه، اینستاگرام، فیسبوک و هر قسمتی که انسان ها با هم دیگه خیلی سریع وصل میشن و به این آزادی ها، به این اوپن ماینه که ما فعلا زندگی میکنیم. اولندش که ازدواج یک ریسک بسیار بزرگ است. دیدگاه ما هر کس که میفهمه و حساب شده است. من خودم مثلا ازدواج نمیکنم، خب به خاطر از این که اولندش که من نمیخوام، ازدواج یک مسئولیت بزرگی است که من به عنوان یک افغان مثلا من یک زن میارم، بعد من به تمام خواسته از او برسم. کی برادر میندازه پایین؟ همین دوست داره، همین دوست داره کی میندازه پایین؟ آقای پزشک دیگه خودت میندازی؟ نکو برادر دیگه، چرا ایت میکنی؟ کی من یک مدیریتور دارم. بعد ببینیم ما در افغانستان کسایی داریم که 14 تا 15 تا اولاد میاره. سلام آقا جمشید، ما کار نکردیم، منظور تو چیه؟ درست فکر کردم خود نمیفهم چرا من میتونی از مدیریتوری بکشی، من پایین گوش میکنم. نه خواهش میکنم. نمیفهم که خانم فرناز من دیگه مدیریتور باشه ببینم دارم ندارم. خانم فرناز کی پایین انداخت؟ آقای من پایین ننداختیم، من مقصد کسی رفتن پایین شما رفتن. ننداخت. من کار کشم. ببینید من دوباره هم بگم، ما طبق جمع‌آوری هایی که کردیم، طبق اطلاعاتی که در همین سالها در همین لایف آقای پزشک دیگه باز رفتن، در همین لایف ها دارم از این مردم جمع‌آوری کردم، اینه که به خصوص من خودم به همین نتیجه رسیدم. من خودم مثلا ازدواج نمیکنم، به خاطر از ازدواج نمیکنم که من اگر یک دختر افغان مثلا بگیرم تمام مسئولیت ها از او به دوش هسته، توقعات از او به دوش هسته. شما فکر نکنه که در روزهای اولی میگه من نمیخوام فلان، شما که پا شما به خونش کشید تمام خرج مخارج از شما میکشه. مثلا اولندش که من در این عمر کوتاه، در 20 یا تا 40 50 که مال زندگی کنم، بعد خانه سالمنده برم، در این 20 سال من بیام خب پیسه خرج کنم، اولاد بیارم به غمای خود شریک کنم. مثلا میگم ما اعمال ما چی میبینیم بغیر از جنجال و معرکه دیگه مسائل نمیبینیم. و ای که بعدش بیایم این مسائل حالا طی شد، اولاد مرم بیاره، بعد برام یک مور تلقی و یک انسان بعدم بزنه، بعد وخزه بره با یک دیگه جلو چشمم در همی اروپا بگرده و من بشینم غمش بخورم. مگر مغزم خود من فکر میکنم دیوانه هستم برم چنین کاری بکنم؟ خب میرم یک دوست دختر میگیرم، راحت زندگی خودم میکنم دیگه، 3 روز زندگی میکنم دیگه. وقتی در مشکلات شده برای من شخص خود می هسته. الان یک آقا میبینی زن به افغانستان میگیره، خب او زن خرج داره، او زن تمام نمیتونه او بیاره، نمیتونه خرجش بده، بعد میگه او زن مچم چرا برادر زن افغان که بگیری مصرف داره، خرج داره، مسئولیت داره دیگه داره. اگر میتونی برو، من نمیخوام تشویق کنم، ولی وقتی ما جامعه رو میبینیم عمیق قسم هسته باید حقایق برای جوانا بگیم. نه که تو وقتی که تو 1000 یورو حقوق تونی بری تو زن بگیری. شما اگه بیایم بررسی کنیم همین کیسایی که جدا شدن، من واقعیت دادم ته. شما اگه به بین همینا 10 نفر پیدا کردیم که شوهر اینا پیسه دار بوده، زن الا کرده، من همینجا نوکری هم میگیر میکنم. نبوده. وقتی مشکلات به وجود میایه طرف میذاره کنار، طرف مال دایره خود فروخته، موتر خود فروخته، زندگی خود فروخته که بیا برم به اروپا. وقتی اروپا میرسه چی نداره، و زن میبینه خب این آدم پیسه نداره، سواد نداره، سختگیری میکنه، خب میگه چی کنم دیگه، میرم در اونجا خانه سالمنده پولم به من همین خانه زنا، همین کی هست همین دوست داره مندازه. چی گپ است دوستا؟ همین سفر لایک کنین لطفا. دوستانی که خواهشان میرن پایین خودشان یک اعلام بکنن که اشتباه نشه در کار. خواهشی که از شما دارم. کی همین دوست داره مندازه پایین؟ باشه میشه یک سوی تفاهم شده، اینا رو من تغییر میکنم ببینم بلکه باز دوباره جور شه. پایین نه خودشان فکر کنم پایین میشن. آقای جمشید منم از حضور شما مرخص میشم. میریم. جهان سپاس بالا آوردین، خیلی ممنون. من کمک کار برم پیش آمده باید برم دیگه. خیلی شنونده هستم انشالله ولی باید برم. خیلی ممنون.
جهان سپاس. امید که حرفای خواهش مرا کس میکنم. خفه نشده باشه. من حرفا خدا منم نخواسته نه خلاف مرد هستم نه زن، ولی حقیقت باید امروز گفته شود تا جامعه ما نیاز دارن که ایره درک کنن که اشتباه هم هست دیگه. ما باید ایره بپذیریم. اصلاح اگر اصلاح، حالا حرف بسیار بزرگی است، ولی اگر کسانی که مشنون و بفهمن که ولی این کار اشتباه هست بیا هم ما هم نکنیم، خیلی خوب میشد. نه با جامعه، نه با خودشان، زندگی خود را نجات میدین، نه از مردم را. حرفای من همین قدر بود. خیلی ممنون. جهان سپاس که شنونده تشکر بودین. از اینکه انشالله دفعه بودین. بعد. تشکر. قربان. میگم در خانواده های ما وقتی که یک پسر میبینی بد اخلاقی میکنه، بیکارگی میکنه، به حرف نمیکنه، میگن ایر زن بدین خوب میشه. یا برعکس یک پسر یا یک دختر وقتی که میایه احساس تنهایی میکنه، احساس غریبی میکنه، میگه میرم ازدواج میکنم از تنهایی در میایم. یا که مثلا از این که بعد از این هم که ازدواج کردن میگه که طفل به دنیا بیاریم، اگه بین ما اختلاف هست این اختلافات خود به خود حل میشه، در حالی که همه این فکرها اشتباهه. یعنی ما از پایه و اساس، از بیس راجع به ازدواج همه چیز بله. آنلاین شده، همه چیز آنلاین شده. الان مثلا دوره دکان گذشته، نه؟ شما الان اگه برین چه دکانا خو مردم هم جمع میکنن، به خاطر از اینکه اگه شما الان دکان باز کنیم مثلا لباس فروشی بزنین خیلی کم پیدا میشه که بچله. خب به خاطر که حالا مثلا خودم هستن به دکان نمیرم خرید کنم، ما آنلاین بشتل میکنم میایه. الان آدما همین شده، طرف کرده در اینجی آنلاین مرد برش آسانه، طرف نوشته میکنه، طرف خودش جور میاد، تو سر کار هستی خسته کن میشه، خلاص. انانیت هست. الان شرایط ازدواج هم الان دیگه فکر کنم به قول آقای پرستار دیگه کم کم داره از بین میره. دیگه سیستم آنلاین کار کرد که من باید برم که الان وقتی چاشت از باید یک چیز درست کنم. انشالله که لایف خوش داشته باشین. بازم خوشحال شدم از اینکه اومدم، اولین بارم بود، ولی خب خدا کنه از حرفای من کسی خفه نشده باشه. و داخلین چیزشم همین پیام میگم برای خواهرها بیادرایم که هر کی که ازدواج میکنین لطفاً آینده خودتان اگر در نظر نمیگیرین، همو طفل بیچاره که میآید باید از امور در نظر بگیرن، گذشت داشته باشن. انشالله خدا بزرگ است، الله هدایت کننده است. اگر زن باشه یا مرد باشه، پروردگار که هدایت بده، توفیق بده. ببینین خواهر عزیز من یک برای امتحان من اصلا قصد چنین چیزی نداشتم. میخواستم یک نفر تعقیب کنم، عکس یک دختر گذاشته بودم روی یک پروفایل فیشن. خب برای من بیشتر از 200 تا مرد پیام داد. خب من نمیخوام مردا رو خدا نکرده باید بگم، به یک عکس کلگی پیام میدادن که آیا بیا با ما رفیق باشه. حتی کسایی که میشناختم نوشته میکردن. خب و من میفهمم که یک خانم وقتی از خود عکس میگذاره، برای از اون مردای زیاده، یک لیست خیلی زیاده برای از اون درخواست میدن، نه به خصوص کسی که شوهر داره بدبختانه. خب شما بیا ایت بررسی کنیم. وقتی یک مرد امرای زن خود، مرد که نمیتونه همیشه امنیت بده، همیشه مثلا احترام کنه، ایره هیچ کس نمیتونه بکنه. خب بالاخره پیش میاد. زندگی هست بگو مگو هست، جربه میشه دیگه. میشه طرف اینجی ازو کرده از ما کرده، مثلا مقبول تر بچه برش پیام داده که خب سعی میروان عجب چشمای داری، عجب لبای داری و عجب فلان هستی. اون مرده هم یاد نداره گپ عاشقانه بزنه، نه جنگ شده خلاص دیگه، طرف دختر مخش میزنه دیگه. شما اگه بیایم بررسی کنیم به مجازی، هر کس به خصوص زن خود آورده زنش مخش زدن. یا داری گلم، اگر خواهمی میگم اما قدر ساده لو نباید باشن. چرا باید برن؟ به چی دلیل؟ حالا جنگ شد، وقتی تو 2 دانه گلاس یک جای میمونی، یک جایی یک صدایی داره، یک 2 دانه کاسه را میمونی یک صدایی داره. وقتی 2 دانه زنده جان در یک خانه زیر یک سقف زندگی میکنه، پس چطور انتظار داری که تو جنگت نشه؟ حالا خدا جنگ و دعوا را نمیاره، چطور امکان داری که یک جنگش نشه و دعواش نشه؟ وقتی که جنگ و دعوا شد، خب به این معنا نیست که تو بری در بیرون دیگه حالا بپری که بهتر از او پیدا میشه. نمیشه. چه ضمانت است که همو آدم به توی پیام داد؟ چه ضمانت است که همو آدمی که تو را جان قربان گفت تو یک آدم صاف و سالم، تو یک آدم گل است که از این چیزی که تو الان در خانه داری بهتر است؟ نه، چه ضمانتی است؟ در کجای ضمانت کی میکنه؟ خب مگه حق
این تو گپی هست که زنا با گوش تحریک میشن. خب و مرد که 4 کلمه عاشقانه نوشته میکنه نداره که بشوه. والله بلا قسم براتون میخورم که وقتی بوده که نانم نداشتیم بخوریم، ولی من همین آدمی که بودم هنوزم قسم میخورم بازم براتون میگم شاید در افغانستان از این چادرها را ما نیمه میپوشیم ولی هزو بهتر کردم، یعنی پودتر کردم. خب ما الان از 2015 در آلمان هستیم، سختیش آمد. تو بگی اولا این مقبول تر است بیا که مهر بگیرم اولا یا این پس چرا آمده ازدواج کرده. اینا هم میگی گپای هست که واقعا برای جامعه امروزی مشکل ساز شده دیگه. بیادر گل من از حضورتان خدافیزی میکنم. سلامت باش. نظر خود شما در مورد موضوع لایف نگفتیم. بیادر گل یکی را میخواستم که کلن از یادم رفتک. خب یکی مربوط به هورمولای خانوما میشه، چون باردار میشه یک تغییرات میآید. حالا خانوما بنده خدا حالا بغیر از این که باردار نمیشن، حتی موضوع نامزدداری که میره کنار، بعضی رفیقا به ما تعریف میکنن همین تو شلخته و پلخته دیگه هیچ نه آرایش نه دیگه نه فلانه. باور کنین که پیش شوهر که هست همین رقم هستن. با چرا میره بازار که میرم مثلا و خب بیشتر میرسن با بازار و کوچه. بسیاری خدا نکنه که مثلا دختر همش زنگ زنه بگه بیا بریم در فلان رستوران. یعنی من خودم به عنوان یک مرد که هیچ وقت به خانم خونه گفتم چی بپوش چی نپوش و در آینده هم نخواهم گفت، با این موضوعی که تو در خانه هستی شلخته پلخته مواتو به هم ریخته چی میفهمم پیرن چرک و چتل ببر تو، اما دمی که میخوایی تا سر کوچه بری نون بخری یا سبزی بخری میبینی 3 ساعت پای آینه. یعنی واقعا مر زور میده و تمام معنا زور میده که چرا این کار میکنی، برای چی کار میکنی تو. یعنی یک رقم شمشیر برداشتی با من میخوای مبارزه کنی. واقعا من این نظر یک مرده و من دوستایی هم که بوده، من خودم گاهی وقتا یک مشکلی که در خود میبینم میشینم بین دوستا خودم همین مشوره میکنم که آیا من همین مشکل دارم، آیا من یک آدم روانی هستم یا نه. اونا میبینم به همین نظرن. حالا نظر خانم میخوایم ببینیم چیه. خب دوست از سارا خانم، همین سارا چه مایی کم نمیزنه. والا آفرین سارا جان. ولی سلام، ایره واقعیت میگن یا خواه واقعیت میگن. اکثریت خانما در خانه هیچ نه آرایش میکنن نه به سر وضع خود میرسن برای شوهر خود. می که بخواین بیرون شون از خانه یک به عجله میرن آرایش میکنن، خود سر وضع خود جور میکنن، بهترین لباس خود میپوشن، بیرون میشن. وقتی به خانه هستن هیچ اصلا به این فکر نمیشن که شوهرشان چی آرزو داره، از خانم چی توقع داره. این آرایش و زیبایی تانو به شوهرتان نشان بدین، چرا به بیرون. اما بدبختانه این گپ از اینا واقعیت است. اصلا این خانما توجه به شوهر خود نمی کنن، ارزش برش نمیدن، نه ارزش قائل نمیشن.